عزیزان گرام قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز پربرکته داشته باشیم. چنین برادر و خواهر پیام روان کردند که ما برای ادای نماز تهجد بیدار نمیشیم. ایشان فرمودند که برای ما خیلی گران است و هر چی میکنیم بیدار نمیشیم. ما چی کنیم؟ راه حل چی است؟ خب جواب از در گفتار زیبای ابراهیم ادهم، الله تعالی از او راضی باشه، بر شما میگم. شخص به ابراهیم ادهم گفت من نمیتونم که نماز تهجد بخونم، لطفا دارویی را برای ما پیدا کن. ابراهیم ادهم برش گفت در روز گناه نکن و الله در شب تو را بیدار میکنه و این را بفهم که ایستادن در مقابل الله سبحانه و تعالی در شب از بزرگترین شرف و بزرگی ها است و انسان گناهکار مستحق چنین شرف نخواهد شد. سبحان الله، چی کلام زیبایی از ابراهیم ادهم. در روز گناه مکن و الله در شب تو را بیدار میکنه و این را بدان که استادن در مقابل الله سبحانه و تعالی در شب از بزرگترین شرف و بزرگی ها است و انسان گناهکار مستحق چنین شرفی نیست. شاید بعضی ها بگوین که ابراهیم ادهم چرا این حرف زده؟ ما خود گناه نمی کنیم. بسیار گناه می کنیم. غیبت گناه کبیره است، پشت مردم گپ زدن گناه کبیره است، گمان بد کردن بالای کسی گناه کبیره است. اگر مرد هستی به طرف دختر نامحرم، زن نامحرم مردم نگاه میکنی، گناه کبیره است. در فیسبوک اگر در پروفایلت عکس دخترای فیلمای انگیره مندازی، عکس دخترای غیر محجبه و به حجاب مندازی، عکس دست و پای خود مندازی، گناه کبیره است. اگر در پروفایل فیسبوکت چیزهایی را نشر میکنی که در او رقص و پایکوبی و الهله و شور و شادی و ابزار شیطان است و این به مردم ترویج میشه و به دیگران میرسه، این گناه کبیره است. اگر با مادر دعوا میکنی، این گناه کبیره است. اگر از خانه بدون اجازه پدر و مادر خارج میشی، این گناه کبیره است. ای خواهر من، اگر تو بداخانیات و چرس و چلم آغشته هستی، این گناه کبیره هست. هر چیزی که تو را به تهلکه مندازه، این به نقص تو است برادر خواهر ما. اگر تو به تلویزیون نگاه میکنی، در اوجه یک آوازخوان خبیث بیت میخوانه و سر از اولوچ است، این گناه کبیره هست. و این گوشی که تو خداوند به تو داده که به او کلام های پاک زیبا را بشنوی و تو کلام لا و لعب میشنوی، لا و الحدیث میشنوی، این گناه کبیره هست. درامه های مبتذله که تو نگاه میکنی، این سریال هایی که تو دوست داری ببینی، این گناه کبیره هست. سریال های اندی، سریال های خبیث ترکی که در اون مغالطه و معاشقه و معانقه و بغل کشی و عشق و عاشقی هست، دیدن اینا و ترویج اینا و قصه کردن اینا گناه کبیره هست. اگر تو راز یک نفر که به تو چیزی میگویه و او را تو نگاه کرده نمیتونی، حتی به یک نفر هم میگی، تو چه فکر میکنی؟ تو فکر میکنی تو گناه نکردی؟ عزیز من، شب تو گناه هست، روز تو گناه هست، خواب تو گناه هست، صبح تو گناه هست، فجر تو گناه هست. در گفتار بزرگا حکمت بسیار بزرگی نهفته است. در روز گناه مکن، الله در شب تو را بیدار خواهد کرد. و بدان که ایستادن در مقابل الله سبحانه و تعالی در شب از بزرگترین شرف و بزرگی هاست و انسان گناهکار مستحق چنین شرف نخواهد شد. بله عزیزان من، انسان گناهکار مستحق چنین شرف نمیشه تا وقتی که او گناه را خرد نکنه، تا وقتی که او توبه نصوح نکنه، از دل و جان خود دوباره به سوی الله بر نگرده. خداوند
این توفیق شب خیزی هم به او نمیده. شما حرکت کنید که الله هم به شما هدایت بدهد. شما به سوی الله بشتابید تا الله شما را از انوار الهی خود مستفید بسازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.